سر جلسه امتحان همیشه جوابا نصف و نیمه توی ذهنم میومد. به خاطر همین نمرم پایین میشد و سرخورده و ناراحت بودم. پس تصمیم گرفتم از همکلاسیم که با یه بار خوندن همه چیز توی ذهنش میمونه راز درس خوندنشو بپرسم و اون به من گفت من از روش شرلوک هولمز برای مطالعه استفاده میکنم. اول از همه روی کلمات تمرکز نمیکنم و کل جمله رو یه جا میخونم و به جای اینکه جمله رو عین کتاب بازگو کنم به زبان خودم بیانش میکنم. مثلا به جای اینکه بگم هرگاه مجموعه از اتم‌های مس کنار هم قرار بگیرن عنصر مس به وجود میآید، میگم هر وقت یه سری اتم مس کنار هم باشن یه چیزی داریم که بهش میگیم مس. بعد ارتباط جمله ها رو با هم پیدا میکنم که این جمله به جمله قبلیش چه ارتباطی داره و با جمله بعدیش چه رابطه‌ای داره. هر پاراگرافم که تموم میکنم خلاصه‌شو به زبان خودم توی یه جمله روی کاغذ مینویسم. تو هم امتحانش کن تا نتیجهشو ببین. توی پست بعد قرار روشی رو بهت یاد بدم که بتونی 3 ساعت پشت هم با تمرکز درس بخونی. پس فالو کن که پست بعدو از دست ندی.